حضرت امام ابو حنیفه که این حضرت کنیتش است، این لقب ایشان بود. اگر ما و شما در خارج وقتی سفر میکنیم و ما و شما را میپرسند تو در کدام مذهب هستی، ما و شما وقتی که میگوییم حنفی، اونها در حال ما و شما را میشناسند که مذهب حنفی خیلی مذهب مشهوری هست. مشهوری او تا این اندازه رسیده است که تاجیکستان، ازبکستان، کرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ترکستان شرقی، این جانب افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سوریه، ترکیه، عراق، همه اینا پیروی مذهب ابو حنیفه هستند. در جهان از همه مذاهب دیده مذهب ابو حنیفه را نفر زیاد است، زیرا این استاد مذاهب است. حضرت نام اصلیش نعمان بودند، ابن ثابت، ابن مرزبان هم تاریخ میگوید و ابن زوتا هم میگوید. باباشان زوتا از کابل بودند، یعنی در فارس نژاد بودن ابو حنیفه هیچ شک و شبهه نیست که حضرت فارس نژاد بودند. و خود ابو حنیفه در شهر کوفه عراق به دنیا آمدند. من میخواهم که کمی از تولد حضرت ابو حنیفه به شما حکایت میکنیم و بعداً فضیلت و ایشان به شما باز خبر میدهم. پدرشان ثابت نام داشت. حضرت روز در کوچه های کوفه، صاحب کتاب انیس المؤمنین میگوید در همون کوچه های کوفه میگد سیر میکرد. بسیار آدم پرهیزکار بودند، بسیار آدم خدا ترس بودند. و ناگاه میگد در قد راه چشمش با یک سیب چسبید. نگاه کرد که در زمین یک سیب افتیده است، وی را از زمین برداشت و یک گز میگد از این سیب گرفت. بعد گزیدن سیب حضرت ثابت را، پدر ابو حنیفه را، یک لرزه، یک ترس فرا گرفت. این چی ترس بود؟ بعد این ناله گزیدگی و فروبردگی به یادش آمد این سیب کی بود؟ و حضرت خیلی ترسیدند که صاحب این سیب کی باشد و اگر فردای قیامت من از صاحب سیب الحال رخصت نگیرم و نپرسم، فردای قیامت بالای من دعوا کند که تو این حق مرا خوردی و بار هم از من نپرسیدی، من نزد خدای خود چی جواب می گفته باشم؟ ان ابو هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتدرون من المفلس. میخواهم توجه شما را به سوی یک حدیث پیغمبری خدا پرتایم. ابو هریره میگوید از پیغمبر خدا
روایت کردند که بر ما گفت آیا میدانید که مفلس کیست؟ مفلس کسی را میگویند که از اشیای دنیا چیزی ندارد، فقیر است، بیچاره است، نادار است، ناتوان است. قالوا من لا درهم له ولا متاع. ابو هریره میگوید اصحاب گفتند که بله پیغمبر خدا، ما میدونیم مفلس کیست. مفلس کسی هست که نه پول دارد، نه مال دارد، نه خانه دارد. قال صلی الله علیه و سلم ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بالصلاة والصیام والزکات. پیغمبر خدا گفتن نیافتین اصحاب من، شما ندانستین که مفلس کیست. مفلس کسی هست که روز قیامت می آید در حالتی که در دنیا نماز می خواند، در دنیا صدقه می داد، در دنیا روزه می گرفت، در دنیا عملهای اسلامی را انجام می داد. و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا. پیغمبر خدا گفت این مرد نمازخوان روز قیامت خداوند راست میکند و دیگر بندگانی که از دست این ظلم دیده بودن نزدش میآیند و به خدای خود مراجعت میکنند پروردگارا این بنده مسلمان، این بنده نمازخوان، این بنده روزگیر، این بنده که زکات میداد، 5 وقت نمازی با جماعت میخواند، در دنیا مرا دشنام داده بود. پروردگارا این بنده در دنیا مرا تهمت کرده بود. باز دیگرش می آید این بنده ای که الحال پروردگارا راست کردی، این در دنیا مالی مرا خورده بود، از من نپرسیده بود. پروردگارا این بنده ای را که راست کردی، این در دنیا خون فرزند مرا ریخته بود یا خود مرا کشته بود. پروردگارا این بنده ای را که راست کردی در دنیا مرا لط و کوب کرده بود، از بس که پولدار بود، مالدار بود، پدرش وظیفه که داشت دستی من نمی رسید. امروز خدایا تو دادرسی من هستی، خدایا حکم کن. فیعطى هذا من حسنات و هذا من حسنات. پیغمبر خدا چی میگن؟ میگویند خدای مهربان در حال از این ظالم نیکی‌هاش میگیرد، آن نیکی‌هایی که در دنیا کرده است از نماز و از روزه و از صدقه و دیگر عملهای اسلامی میگیرد و این دعواهای، این دعواگرهایی که آمده بودن هر کدام اینها را تقسیم میکند. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند وقتی که نیکی‌هاش بوچید، این درنده را نیکی‌هاش بوچید، این ظالم نیکی‌هاش بوچید، تمام. دعواگرها زیاد هستند. خداوند خطاهای این دعواگرها را میگیرد و در سر این ظالم پرتافتن میگیرد. بعداً حکمش میبرارد. خداوند نظر میکند به نامه اعمالش که از حسنات چیزی باقی نماند. ثم طرح فی النار. ملائکه عذاب میگن این ظالم برده در دوزخ پرتایی. اینا مفلس میگویند. این حدیث برای چی من به شما خواندم؟ حضرت ثابت میدانستند که روز قیامت این حقی که من به اجازت صاحب او خوردم وای بالای من دعوا میکند.
برای آنه که خودش را از این عذاب خلاص بگرداند، از این شرمندگی میدان قیامت خلاص بگرداند، خواست در همین دنیا از صاحب او عذر قبول کند. نظر کرد بر بالای سرش، دید که یک درخت پر از سیب است. فهمید که این درخت، این سیب از همین درخت است. صاحب باغ فریاد زد. صاحب باغ آمد، یک آدمی بیچاره احوال. گفت برادر عزیز، گفت ما همین سیب از همین درخت شما بوده است، تناول کردیم، یک گز گرفتیم، یک سیب نیم خورده در دست حضرت ثابت. از شما خواهش دارم که حقتان را ببخشید. من طاقت عذاب خدا را ندارم، زیرا خدای من در قرآن میگوید این بطش ربک لشدید. خداوند در روز قیامت وقتی که بنده را عذاب میکند، بسیار سخت عذاب میکند. من طاقت او را ندارم. این باغبان گفتن که من یک مجیر هستم، من دستنگری صاحب همین باغبان هستم. این باغ از آن من نیست. صاحب این باغ خانهش از این باغ تا خانه صاحب خانه یک شبانه روز راه است. حضرت ثابت گفتند، مایلش گفتند اگر هفته هم که باشد، عذاب دنیاوی سهل است. سیب نیم خورده در دست و قدم زنان به سوی محله میگد همین رئیس باغ حرکت کردند. آمدن سراغ کردند، کافت و کاو کردند، عاقبت یافتند. نزد دروازه همین سردار باغ آمد. صاحب کتاب میگوید دستهای ثابت میلرزید، لبهاش میلرزید. برای چی؟ اگر مبادای صاحب این سیب از خانه براید و اگر حقش را نبخشد، من نزد خدا چی جواب میگفته باشد؟ برای یک ناله سیب. در را تق تق کردند. صاحب خانه برآمد. در چهره حضرت ثابت، پدر امام اعظم، پدر حضرت نعمان، سیمای صالحین دیده میشد و گفتند خدمت داری؟ گفت بله. گفت خدمت دارم. خدمتم این است که ما از باغ شما یک سیب را ناپرسیده یک گز گرفتیم، یک ناله گرفتیم، برای بخشش او نزد شما آمدیم. کنی شما چی میگویید؟ این صاحب باغ با دل خود میگه تفکر کرد که این آدم خیلی آدمی خدا ترس است. از اون محل تا این محل من برای یک پاره سیب هر کس نمی آید. گفتند شرطی دارم، اگر همین شرط مرا قبول کنی من تیار هستم که حق خودم را ببخشم. حضرت ثابت میگوید چنان یک غم مرا فرا گرفت که وقتی که این صاحب باغ شرط ماند، این شرط از ضرر خالی نیست، یگان ضرری هست، یگان مشکلات بالای من میارد، لکن من به همه این طاقت دارم. گفتن چی شرط است؟ مرحمت. گفتن من یک دختری دارم که این دختری من 3 کمبودی دارد. اگر همین دختری مرا در نکاح خود درآری، من راضی هستم که حق خودم را میبخشم. حضرت ثابت تفکر کردن، گفتن اون قدر کاری نی. برای یک ناله سیبی که من گزیدم بالای او دخترش را برای من نکاح کرده دهد،
این هیچ گرانی نیست، هیچ مشکلاتی نیست. پدر دختر گفتن پیش از آنه که نکاح تو با دختری من صورت گیرد، اولا من چند کمبودی های دخترم را برای تو بیان میکنم. یکم کمبودی این است که دختری من چشم بینا ندارد. دویم کمبودی که دختری من دارد، قدم زدن نمیتواند، پایهای وی کار نمی کنند، فلج است. و سیوم عیبی که دارد، گنگ است، سخن را نمیشنود. حضرت ثابت گفتی صاحب کتاب که گویا که یک کوه وزنی در پشت او بار کرده باشد. گفتم با چنین زن زندگی، با چنین زن چگونه زندگی باشد، چگونه حیات باشد؟ نه وی مرا میبیند، نه سخنی مرا میشنود، نه خدمتی مرا بجا آورده میتواند. به هر حال گفتند از عذاب آخرت دیده عذاب دنیا سهلتر است. گفتم پروردگارا من بر این زن راضی هستم، بگذار که در نکاح من باشد، بگذار که یک مدت معین عذاب ای را میکشم، لکن نزد تو با یک افتخار و با یک سربلندی سفر میکنم، این برای من بهتر است. حضرت نکاح کردند و گفتند که ما، حضرت ثابت خبر دادند که من سوداگر هستم، من ثروتمند هستم، من دولتمند هستم. حضرت بازم اینقدر دولتداری و اینقدر مالداری با تقوا بودند. نمی گفتند که ما مال داریم، ما دولت داریم. برای آنها دولتداری و مالداری هیچ اهمیت نداشت. اهمیت کلام فقط خدا ترسی داشت و بس. حضرت گفتند ما برای تو یک خانه در اینجا آماده میکنیم، شرایطهای تو را مهیا میکنیم، رو نماز خفتنت را بخوان، مرحمت این خانه باعث تو، از بهر تو. حضرت نگه رفتن نماز خواندند. بعد نماز خواندند وقتی به سوی خانه این زن می آمد که الک نکاح صورت گرفته بود، میگوید تماما پایهای حضرت ثابت کار نمیکرد، هیچ غیرتی نمیکرد که به سوی این خانه بیاید که این گونه زن وی را منتظر است. و آمد نگاه کرد، پدر دختر نزد دروازه منتظر و گفت، ثابت گفت اون خانه ای که میبینی شمع فروزان است، اون منتظر توست. حضرت میگه رفتن نزد در. همه این سزای یک و میگه به دل میگذرانید که اگر من در را تک تک کنم، این عائله من آخی کر است و نمیشنود. اگر در را کشایم و السلام علیکم گویم، وی مرا نمیبیند، وی نزد من هم برای تعظیم من نمیخیزد. به هر حالم که باشد، ملائکه های خداوند در خانه هر مسلمان هست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته میگه وارد خانه شدن. به ناگاه نگاه کردند، چنان یک زن میگه در استقبالی حضرت ثابت خیستند که وصف او میگه انسان عاجز می آمد. چه یک روی نورانی از آثار طهارت در چهره این زن بود، چه دستهای سفید از حساب سطر داشته این زن بود. با مجرد السلام علیکم و رحمت الله گفتن،
با یک آواز خیلی نرم و نازک و علیکم السلام و رحمت الله از جانب این زن شنیده شد. حضرت ثابت میگن من در حیرت ماندم، گفتم وصف این دیگر زیل بود و یا آخی کور بود، کر بود، شل بود و پرسان کردم ای زن آیا تو دختر همین باغبان هستی؟ گفت بله من دختر باغبان هستم. پدرت مرا این خیل گفته بود؟ گفت بله من همان زیل هستم. پدر من از روی حکمت به شما سخن گفت. من کور هستم، والله که چشم من هیچ مردی بیگانه را دیدگی نیست، از این خاطر من کور هستم و این چشمهای من به سوی حرام کرده های خدا نظر کردگی نیست و من شل هستم. شلی من معناش ای است که در تویها من رقص و بازی نکردم، با مردهای فاسق من کتف به کتف مانده و رقص نکردم. این پایه های من بجز از این خانه پدرم بیرون دیگر جا را دیدگی نیست و من کر هستم. مقصد از کری من این است که من سخنی بی معنی را بجز آیت قرآن دیگر شنیدگی نیستم. حضرت وقتی که شنیدن چنان شاد شدند، چنان خرسند شدند. البته مردی که صاحب این چنین زنی مسلمان شود دیگر خرسندی وی را حد کنار ندارد. به نهایت خرسند شدند. در حال میگه جای نماز پرتافتن حضرت و شکرانه این نکاح و شکرانه این زن مسلمان 2 رکعت نماز خواندند. زن در پهلو، خود از جانب دیگر نماز خواندند، شکر یکدیگر را کردند. بعد این شکرانه همخوابه شدند و بعد همخوابگی با این مادر ما و شما، این ستاره درخشان، این مفسر، این محدث، امام اعظم ابو حنیفه به دنیا آمدند. بینین آثار لقمه حلال ببینین. پدری که لقمه حلال میخورد، مادری که لقمه حلال خوردند، مادری که حیا داشتند، مادری که شرم داشتند، چگونه فرزند به دنیا آوردند. چرا امروز ابو حنیفه دیگر تولد نمی شود؟ زیرا زمین ها فساد شدند. زمین این زن هاست. زنها فساد شدند. امروز زنهای ما و شما فرزندهای را به دنیا میارند که چی در جمعیت چی در آخرت زیانکار هستند. زیرا اصل اینها حرام است. زیرا آن نطفه‌ای که از پدر جدا می شود، از مادر جدا می شود، از لقمه حرام است. برای این مثل سعدی و مثل رومی و مثل حافظ دیگر به دنیا نمی آید، تا اگر مردها و تا اگر زنها از حرام خداوند دوری نجویند. حضرت سعدی را خداوند رحمت کند میگوید زنانی باردار ای مرد هوشیار، اگر نزدی ولادت مار زایند، از آن بهتر به نزدیکی خیرتمند که فرزندان ناهموار زایند. همین زنهایی که حامله دارند خدایا دعا کرده است که مار بزایند، از او یک فرزند ناهموار تولد میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس، خدا خطاب میکند ای بندگان من، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. سوره بقره
ای بندگان من در روی دنیا حلال کرده خیلی زیاد دارم، شما از حلالهای من خورید، از حلالهای من استفاده کنید. ولا تتبعوا خطوات شیطان، شما پیرو شیطان نشوید. انه لکم عدو مبین، این شیطان دشمن آشکارای شماست، شما را به سوی حرام میبرد. وقتی شما حرام خور شدید، وقتی شما پیرو شیطان شدید، شما همراه شیطان در دوزخ هستید. نماز جمعه در گردن همه شما فرض است. پیغمبر خدا میگوید طلب الحلال فریضه علی کل مسلم. چگونه ای که نماز جمعه و 5 وقته و دیگر فرایضای خداوند بالای شما فرض است، طلب حلال هم در گردن شما فرض است. لقمه حلال هم طلب کردنش برای شما فرض است. امروز فرزندای ما و شما یک شعار دارند ناوابسته، پول از کجای می آید، خواه از وجه حرام است خواه از وجه حلال است، فقط در کیسه ما جا شود خلاص، فقط دسترخوان ما آباد شود خلاص، دیگر باکی ندارد. این پول از کجا می آید؟ هوشیار شو، هوشیار شو. پیغمبر خدا می گوید من لم یبالی من این اکتسب المال، اگر بنده خدا پروا نکند از کجا مال به خانه او وارد می شود، لم یبالی الله من این ادخله النار. خداوند گفته است من پروا ندارم برای این بنده که از کدام در دوزخ او را وارد دوزخ کنم. چگونه ای که وی پروا نداشت از کدام وجه میخورد، من هم پروا ندارم 7 در دوزخ از کدام دری که خواهم این بنده را داخل میکنم. خدا رحمت کند حضرت عمر رضی الله عنه، پیغمبر ما و شما گفتن علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین، بر همه شما باد که چنگ زنید بر سنت من و سنت 4 یار من. یکی از اون 4 یار حضرت عمر است. چی میگوید؟ حضرت میگوید روزی در خانه نشسته بودم، بناگاه در دست فرزندم یک تیکه از سرب را دیدم، حیران شدم، از او پرسیدم این سرب از کجا به دست تو غلطید؟ میگوید فرزندم بر من جواب داد که این را از بیت المال صاحب بیت المال برای من تحفه کرد. بیت المال گفته همون موضعی را میگن که تمام آذوقه مردم مسلمان جمع میشد، از اونجا مردم مسلمان یاردم میکردن. بین حضرت عمر فرزند پرسیدن این پارچه سرب از کجا در دست تو آمد؟ امروز کدام پدر میپرسد فرزنده؟ اگر در خانه شما کدام نمود چیزی نباشد، چه از خوردنی و چه از پوشیدنی، برای ما و شما بیارن، هیچ کدام ما و شما زبانی نداریم که پرسیم بچم اینه از کجا آوردی تو؟ دستی فرزندش گرفتن نزد صاحب بیت المال بردن، صاحب بیت المال را فیراد کردن. حضرت اون زمانها در خلافت نشسته بود، اون زمانها سروری تمام همون جهان داشت، جهان اسلام. گفتن این تیکه سرب را تو دادی؟ گفت بله من دادم. گفت چرا به فرزندی من این تیکه سرب را دادی؟ گفت عمر گفت من خواستم بهترش را با او پیدا کنم، یعنی خواه نقره پیدا کنم، خواه طلا پیدا کنم، چیزی در بیت المال نیافتم مگر همین تیکه سرب را به بچه تو دادم. گفتن عمر جواب گفتن ای صاحب بیت المال، گفتن وقتی که این تیکه سرب را به این فرزند من دادی از خدا نترسیدی؟ وقتی این تیکه سرب را به بچه من دادی آیا اندیشه از مال مسلمان ها نکردی؟ ای صاحب بیت المال آیا خانه نیافتی بجز خانه حضرت عمر که حرامش بگردانی؟ گیر گفتن تیکه سرب را بر در جای خودش بگذار، اگر بار دیگر این عمل از سر رخ میدهد قسم به خدا که از این وظیفه من تو را خلاص میکنم.
بین چگونه مسلمان ها زندگی میکردند، چگونه از حرام آنها میترسیدند. لو صلیتم حتی تکونوا کالحنیا، پیغمبر خدا میگوید اگر شما نماز خوانید، حتی تکونوا کالحنیا، مثل اگر میان شما خم شود از نماز زیاد، دیگر میانهای شما قالب گیرد، راست نگردد. و صمتم حتی تکونوا کالاوتار، اگر شما روزه بگیرین تمام سال مثل ریشته باری اگر باریک شوید، ما تقبل ذلك منکم الا بورع حاجزین. پیغمبر خدا گفتند همین نماز تو را و همین روزه پی در پی تو را خداوند قبول نمی سازد تا وقتی که شما از حرام پرهیز نکنید. حضرت عمر در پیشش دفتر مردم می نویساند. یک شمع در پیشش فروزان بود. بناگاه دروازه حضرت عمر تق تق شد. حضرت رخصت دادن، در آمد حضرت علی. حضرت عمر با علی گفتند آیا برای کار خودت آمدی یا برای کار عامه مسلمان ها؟ علی گفتن برای چی این سوال از من میکنی؟ گو زیرا که این شمعی که میبینی فروزان است، این از مال بنده های تمام مسلمان هاست. اگر برای مردم آمده باشی این شمع را نزدیک بیارم و صحبت کنیم، و الا برای کار شخصی آمده باشی این شمع را من خاموش میکنم و هر دومان صحبت میکنیم، زیرا این مال مسلمان هاست. تقوا را بینیم، از حرام دور بودن بینیم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی غلام داشت، زمانهای جاهلیتش در فالبینی میکرد و هر روز وقتی که اسلام قبول کرد هر روز یک پاره نان برای ابوبکر صدیق می آورد. ابوبکر وی را میخورد و میپرسید از کجا آوردی؟ میگفت از فلان جا تناول میکرد. یک روز حضرت ابوبکر میگه گرسنگی فرا گرفت، دیگر نپرسید که این تکه نان از کجا آمده است و یک گز میگه گرفت فرو برد. بناگاه این خدمتگارش گفت، ابوبکر گفت هرگاه میپرسیدی امروز چرا نپرسیدی؟ گفت چرا؟ گفت این پارچه نانی که امروز یافته بودم اینها از همون دوره های فالبینی من یک آدم قرضدار بود و به من یک مقدار پول داد، من با همون پول همین تکه نان از حساب همون فالبینیم خریدم. حضرت گفتن ابوبکر هلاک شد. در حال میگد همون انگشت خود در حلقش میماندند و آن تکه نانی که خورده بودند میخواستند که پس بگردد. معده گرسنه یک تکه نان خیلی سخت داشتگی بود، بیرون برآمد. مردم توصیه دادند که یک مقدار آب بنوش، بعدا انگشت در حلق بگذار، آن تکه نان پس میگردد. حضرت همچنان هم کردند، سرخ میشد، سیاه میشد و میگد گفت که اگر قسم به خدا که با همین لقمه اگر جان من برآید من در این راضی هستم، زیرا که از پیغمبر خدا شنیدم کل جسد نبت من الحرام فالنار اولی به، کدام جسدی که از حرام آب و تاب میگیرد وی جسد سزنده آتش دوزخ است. امروز برادرای ما و شما در یافتن مال حرام باکی ندارند، پروای ندارند. برادرای عزیز، امروز اکثر ما و شما سوداگر هستیم. مال قیمت کن، قیمت فروش، لکن حق مردم نزن.
نقص مال به مردم خبر بده، مردم فریب نده. خود حضرت ابو حنیفه وقتی یک شاگرد داشتند به نام عبدالرحمن و تاجر بود، مالها را به او تسلیم کرد و گفت، عبدالرحمن گفت در بین این جامه ها انا همین جامه نقص دارد، کمبودی دارد. وقتی این جامه ها را سودا میکنی به همان مرد خریدار خبر بده که این جامه نقص دارد، با سبب همین نقصش اینقدر پولش برای ما کم بده. حضرت عبدالرحمن میگه فراموش کردن، رفته همون جامه را با همون نرخ قیمت فروختن. وقتی گشته آمدن ابو حنیفه در حال پرسان کرد چرا سوم زیاد است؟ حضرت گفتن حساب کردن، گفتن اون مالی که نقص داشت خبر دادی؟ گفت نه خبر ندادم. همون جامعه که چند سومه که ارزش داشت همش میگه صدقه کردن، هیچ تنگه وای در جان خودشان صرف نکردن. چرا پیشواهای ما و شما اینقدر پرهیزکار بودن، اینقدر از خدا میترسیدن؟ چرا ما و شما از خدا نمیترسیم؟ چرا در حالتی که همون برادر ما و شما با او خرید و فروش میکنیم و یا فریب میدهیم، المسلم اخو المسلم کجا میشود؟ برادر مسلمان برادر مسلمان است، کجا میشود برادر ما و شما؟ تا وقتی ما و شما از حرام اگر دور نباشیم، از حلال با حلال نزدیک نباشیم، مثل این فرزندهایی که به دنیا آمدن از ما و شما به دنیا نمی آیند. اینها فقط به ما و شما چی در دنیا و چی در آخرت یک دشمنی تیاری هستند. حضرت به دنیا آمدن در عائله دولتمند ثروتمند. پدرشان تجارتکار بود و کسب تجارت را بسیار به ابو حنیفه آموختند. از حساب همین تجارت حضرت ابو حنیفه میگه بی نهایت به دولت شدند. و فراموش نکنیم که حضرت امام ابو حنیفه از اهل تابعین است که خداوند اهل تابعین در قرآن مدح میکند. حتی رسول اکرم میگوید اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، شما را وصیت میکنم که پیرو اصحاب من شوید و پیرو کسانی شوید که مرا دیدن و اصحاب مرا دیدن. حضرت ابو حنیفه میگوید وقتی سین سال من به 16 رسید، پدر مرا برای طواف کعبه برد، طواف خانه کعبه رفتم، نگاه کردیم که یک توده مردم در یک جا جمع شده است. از پدر پرسیدم اینجا کیست؟ گفت اینجا یک صحابه پیغمبر خداست که حدیث های زیادی از پیغمبر روایت میکند که این عبدالله الحارث می باشد. حضرت میگوید برای من راه رهوی کردند، کشاده کردند. من رفتم نزدیک همین حضرت عبدالله الحارث رسیدم که حضرت میگوید حدیثی را بیان کردند که اگر هر کسی را که خداوند در دنیا فقیه بگرداند، رو پروی ابو حنیفه گفتند هر کسی را که خداوند در دنیا علم فقه نصیب بگرداند، تمام غم و اندوه او را دور میکند و از جایی که خبر ندارد بر او رزق روزی میرسد. حضرت میگوید من این صحابه پیغمبر را با چشم سر دیدم. باز ابو حنیفه انس ابن مالک هم دیدگی است که صاحبای تاریخ میگویند اگرچند که با اونها صحبت هم نکرده باشی، اگر چهره صحابه را دیده باشی تو هم از اهل تابعین هستی. این فضیلت ها البته از ابو حنیفه ما و شماست. انشاءالله خدا خواسته باشد این موضوع را بعد یک اعلان باز دوام میدهیم. خدا خواسته باشد از علم او، از تقوای او
از حکایه هایی که در شأن امام ابو حنیفه است باز به شما البته جمعه آینده خدا خواسته باشد خبر میدهم. لیکن یک موضوع خیلی مهمی که الحال ذکر کردیم این است که برادرای عزیز در حلال خوردن، حلال یافتن بسیار حرکت کنید. امروز برادرای ما و شما در بازار وقتی می رویم، گفت پیغمبر خدا وقتی که به بازار گذشتند یک تلمویزی بود و بالاش بسیار زیبا بود. پیغمبر خدا وقتی که میگه از پس مویز نگاه کردن که دانه های میده میده. رسول الله گفتن چرا این را آمیخته نمیکنی؟ چرا گو مردم فریب میدی؟ مثل امروز همون سبزوات و همون کارتوشکه و پیاز و دیگر چیزهایی که در بازار ما و شما فروخته می شود بالاش زیب و زینت دارد، زیرش همش خراب است. اونا را آمیخته کردن در کار. نرخی باید تغییر بده و لکن مردم فریب نده. این برای تو آسان تر است. انشاءالله اینجا یک سوال تعجیلی هم آمدگی است، جواب اونها را به شما میگویم و تا سوال و جواب گفتن اینجا یک چندین برادرها پیشنهاد کردند. راستی بار باور که ما هم عیب میدانیم این کار که در مردم همون صندوق یک بگردانم برای همین طهارتخانه‌ای که در اطراف ما بنا شده است. برای همین مادامی که خیلی طلب کردن اینجا ده هم موافقت کردن، ما هم گفتیم میلش خیلی همین کار انجام بتن. چندی که میغلطد همون چند سومی که میشود همش در تعمیر همین مسجد و همین استاهایی که در طهارتخانه کار کرده ایستادن همونها را تسلیمش میکنیم، انشاءالله ثوابش در شما میرسد. مرحمت. السلام علیکم داملای عزیز. با یک شخص قرض بسیار دارم. صاحبش مرد، با پسرش خط کردم. پسرش جواب گردانید که در قیامت رفته از پدرم بگیر. چی می شود؟ شاهد دارم. با سلام داملای عزیز جواب گوید. یعنی یک برادری بوده است که قرض داده است، قرض بسیار داده است. بعد قرض دادن وقتی که مراجعت کرده است فرزنداش گفتن که در همون قیامت از پدر میگیریش، یعنی ما برای تو قرض پدر ما نمیتیم. من با این برادر چی مراجعت میکنم؟ اولا همان روز جنازه باید که این مرد دعوا میکرد، میگفت که بالای این پدر شما من حق دارم، این پدر شما از ما قرضدار است، یک مقدارش برای جوانمردیش میبخشید، حقی او، نمیبخشیدم حقی او. و اون فرزندها را در ذمه‌اش بار میکرد، شاهدها را حاضر میکرد. انشاءالله این کار چی میشید؟ این کار یک رنگ خوب میگرفت. مادامی که کار به این اندازه رسیده است اختیار داری میتونی که باز به همون اداره های دخلدار رفته مراجعت کنی. اگر سومی بسیار باشد و طلب داشته باشی میتونی که با اون راه از فرزندهای او طلب کرده این پول گیری. پیغمبر خدا چی میگوید؟ ثلاثتون یدعون الله عز وجل فلا یستجاب لهم. سه طایفه هستند که به سوی خدا دعا میکنند، دعای اونها را خدا قبول نمیکنند. اینا کیا هستند؟ یکی از اینها رجل کان له علی رجل مال فلم یشهد علیه. یکمش مردی هست که یک آدم به شاهد قرض میتد، یعنی نه مکتوب میکند نه در عوضش رهن میگیرد، یعنی بی شاهد به همون چنده که میگوید قرض میدهد. پیغمبر خدا گفت وقت شما به شاهد به کسی که مال دادین پول دادین دعای شما در نزد خدا قبول نمیشود. شما باید که حاضر کنین، دو شاهد در حالت پول دادن حاضر کنین، دستخط او انسان میگیرین، بعدا پول به او آدم چکار میکنین؟ تسلیم میکنید. و دوم پیغمبر خدا کی را گفتند؟ رجل اتاه سفیها ماله و قد قال الله تعالی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. پیغمبر خدا گفتند شما هر کس را پول ندهید، یعنی کسایی که سفسطگو هستند، کسایی که به قدر پول شما نمیرسند به آنها قرض ندهید. وقتی اگر شما به آدمهای بی معنی اگر وقتی پول میتین، در این صورت شما به سوی خدا دعا هم که کنین خداوند دعای شما را قبول نمیکنه. لیکن اون فرزندهایی که صدای ما را میشنوند
و برای کسی این مسئله لازم است. پیغمبر خدا گفتن صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء الدین. کسی از دنیا قرضدار میگذرد وی در زنجیرهای آتشین خدا بسته شده است تا وقتی که قرض او کنده نمی شود. از این خاطر کدام فرزندی هست، کدام همسایه هست برای مهربانی و غم جان همون برادرش اگر قرض این برادر را بکند انشاءالله در نزد خدا ثواب میگیرد. اینجا یک پدر دیگر دعای مکتوب می نویسند که در حق فرزندهای ما که در خارج می خوانند و در مسافرت هستند در حقشون دعا کنید. ما دائم دعا میکنیم، حاجت بر مکتوب نیست. دائم شکر خدا در 5 وقت نماز، چی در نمازهای جمعه، در حق هم مسافرهایی که دعا میکنیم همه همین فرزندهای مسلمانی ما و شما داخل می شود. خدا که قبولش کند انشاءالله صحت و سلامت به خاندان برمیگردند. السلام علیکم دوستان عزیز. اگر شخص خندد طهارتش میشکند از نماز بیرون باشد؟ نه، از نماز بیرون باشد طهارتش نمیشکند. اگر در داخل نماز باشد البته طهارتش میشکند، نمازش باطل میشود. السلام علیکم دوستان عزیز. یک سوال، آیا قرآن خوانی چی ثواب دارد؟ قرآن خوانی انشاءالله ما یک جمعه در باب فضیلت قرآن با شما صحبت میکنیم. الحال پیغمبر خدا میگوید اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه. کسی در دنیا اگر چشم بینا دارد و قرآن میخواند روز قیامت بهترین شفاعت کننده قرآن است که وی را شفاعت میکند. خوش به حال همون جوانی که قرآن میخواند، وای به حال همون جوانی که پروای قرآن ندارد. باور کن عیب است، شرم است وقتی آدمی مسلمان قرآن خوانده نتواند. این یک عیب است، شرمندگی است. با در این قدر شرایطی که الحال در همین مردم مسلمان ما و شماست، حاضر در تمام مسجدها شکر خدا که کودک ها تعلیم میدهند قرآن. تمام شما عیب و شرم است که وقتی که قرآن خوانده نمیتونید. این قرآن کتاب شماست، کتاب مقدس شماست. هر حرف او در نزد خداوند چه اجر و چه ثواب زیاده دارد. حتی رسول اکرم میگوید مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها طیب طعمها طیب. کسی که اگر در دنیا قرآن میخواند وی حکم همون افلیسون را دارد. اپلسینی که ما و شما میگوییم چی بوی خوب دارد، چی مزه خوب دارد. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، لیکن مؤمنی که مؤمن است، مسلمان است و قرآن نمیخواند، مثل التمرتی طعمها طیب. کسی که در دنیا اگر قرآن نمیخواند و مؤمن و مسلمان است حکم خرما را دارد. میگه مزه شیرین است لیکن بوی ندارد. بین مسلمان شویم که هم مزه‌مان شیرین باشد هم بوی خوش داشته باشیم. همه شما باید در هر یک خانه مسلمان باید قرآن باشد و هر فرزند مسلمان باید که سحر نه کم از 40 آیت باید که تلاوت کند. این زمان حق قرآن ما و شما ادا میکنیم. این زمان در خانه ما و شما برکات نازل می شود. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. مراد و مطلوب های همه ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند. و آن برادرانی که خیر احسان کردند خیر احسان هاشون خدای به درگاهت مقبول بگردانی. و تا جمعه دیگر این جمعیتی که برای ادای نماز جمعه آمدند خدای صحت و سلامت نگه بداری. ربنا اتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا چند برادرهای هستن که این جمعه بعد اعلان کردگی خدا برکتشون تیاد یاردم ها کردند. این برادر که عبدالسلام است، الحال امین همسایه مسجد ما و شما که سروری همون آسیا و به عهده دارد. برادر که محمد علی اینم یاردم کردن، مبلغشون خبر نمیتیم. برادرمون زین الدین از امین محله هست، فرزند بابا یوسف. بابا